درود به شما دوستان عزیز و قدردان و ارجمند. خدا نگهبان شما و به کل شما سلامتی خواهان هستیم. پیش از برنامه منظرت میخواهیم چون مردم ما بسیار کنجکاو هستند. عینک به چشمان بسیار خسته هستند، مریض هستند، سبب سرکاری نزدیک کامپیوتر نشستند. در جامعه ما بسیار وا میخوریم نفرانی که وقتی در نزدشان کسی را تعریف میکنید، وقتی که اطرافش گپ میزنید، اطراف موفقیتش یا بردباریش هر چی کی است، در حال میگه کی است او، کی است او، یا کی بودین، کی است. یعنی که زود از همون دوره هاشون یاد میارن. برادران عزیز، دوره شما گذشت. چون زمان شما کودک بودید دوره دارها بودن و شما برآمدید دوره را گرفتید. اکنون مانید اینها دورش را گذراند. موفق است. وقتی یک کس موفق می شود در کار، وقتی که یک کس پیشرفت می شود هر چی که است، ما دیگر روی دیدنش نداریم. نمیدونم در خونی ما است، در ارگانیسم ما است. خیلی در جامعه زیاد است همین گونه. وقتی گپ میزنیم وقتی که ما دوره‌هایی که ما گپ زن بودیم یا دوره‌هایی که ما بودیم، یا زود همون دوره را یاد میبرن به یک تکبری که بخشش میپرسیم شاید در کیسهشان 10 سامان نباشد. اما اطراف آدمانی موفق گپ میزنی دیگر زود پستش میزنن. کی بود اون دوره‌هایی که ما بودیم و این و آن. خدا یار و مددگارتان در این بابت بسیار با احتیاط باشید، چون به نهایت همین هر هفته‌ای که هر چی که زیاد شد همون اطراف مجبور میشویم که گپ زنیم. خیلی زیاد دیدیم همین چیزایی که وقتی می نشینیم اطراف دوستان یا کس یگون چیز گپ میزنیم کی است تو. از این سبب خواستیم که یک برنامه کنیم، شاید یک نفری رو هم اگر که تاثیر کند بسیار خوشحال هستیم. و دوم یک چیز دیگر هم هست. در جامعه ما بسیار دلرنجان هستیم در هر کارمون، در هر چیزهای کوچک. خصوصا من بسیار همین چیز رو مشاهده میکنم از جانب خودم هم. از این سبب باید میگیم که خدا دیگران رو توفیق بده و در خاطرشون ما هم باشیم. در هر صورت میگفت که ای نفرانی که عبادت میکنید، ای نفرانی که عبادت میگذارید، اگر رفت و دلی کسی رو رنجاندید، از شما ناراض است، خفه است، عبادت شما نقص دارد. گفت استاد عبادت شما نقص دارد از آنه که او از شما ناراض است. پرچه های شعری است میگه صد مسجد و صد عبادت کنی یک دل را شاد کنی. دل از یو که میگن که از دل آزار خدا بجو. هر صورت خیلی زیاد است. از این سبب ما در هر صورت، در راه روان، در صحبت، در هر چیز جایش میاد که دل کسی را میرنجانیم. وقتی که این گونه باشد گوید که در عبادتت نقص. انسان خطاگار است دوستم، و آن دوستانی که این نوار را برای دوستانشان روان میکنند. انسان خطاکار است، خطا میکند. از این سبب ما را ببخشید. چون گفتیم که در زندگی خیلی این چیزا رو بعدا آهسته آهسته انسان میشنود، بعد در حیرت میماند، بعد پشیمان میشود. چون همین شخصا چقدر معماها است در زندگی که انسان خواه نخواه در بعضی چیزا عصبی میشود، بلندگویی میکند یا هر صورتی که هست که دل کسی را میرنجاند. ما اونقدر غرورمون بلند است که هر کاری رو میکنیم بخشش پرسیدن ناموس میکنیم. غرورمون نمیبردارد که یا در بعضی صورت با همین گردیم کی است که من از این بخشش پرسم، کی است که من از این بخشش پرسم. وقتی دل کسی رو رنجاندیم پس این گونه. وقتی همین اطراف گپ زدیم بسیاری ها پیدا شدن گفتن ای تو از کجا گپ زدی یا چیز، آخر از کدام کتاب گرفتی؟ خیلی استادا گفتن شنیدیم اکنون ما اینقدر عالم نیستیم، یه چیزا نیستیم که هر یک چیز با فکت و دلیل. اما مقصدش خیر است. همین گفته های ما مقصدش خیر است، مقصدش دعوت خیر است، مقصدش همون است. گفت که تو در این گفتی آن گفتی. آخر عبادت که گفتیم عبادت معنی خودی نماز را ندارد. عبادت حتی همین در چهره یک نفر تبسم کردن عبادت است. یا که مثال حدی همین زنهایی که شوهرشان از
کار میآید یا از هر کجا در را کشودن، اگر که به سویش تبسم، انا همین عبادت است. بسیار چیزها از خوردن و هر کارهایی که هست اینها همش عبادت است. عبادت تنها همین نماز خواندن نیست. از این سبب کوشش کنیم که تا دل کسی را نرنجانیم. اگر رفت و رنجاندیم کوشش کنیم بخشش پرسیم، بخشش پرسیدن را یاد گیریم. انسان هایی که بخشش میپرسند مرتبه تون را، انسانی بخشش پرس رو مرتبهش خیلی بلند است. چقدر در زین وقتی که انسان بخشش میپرسد چقدر با سبوک میشود. در زندگی میتونید که تجربه کنید و ببینید. خدا نگهبانتان تا صحبت های آینده. خدا نصیب کند انتظار شوید روزهای نزدیک. یک چند نقشه های تاریخی داریم. از این سبب هم هنرمند و هم کسا چهره های وحی کردیم که تا یک چند چیزها لایه های تاریخی است، لایه های بزرگان تاجیک است که زنده شون کنیم و اطرافش یک فیلم بسازیم یا که یک پروژه بسازیم یا چیز دیگر. خدا نگهبانتون. در حق ما نیز دعا کنید و بار دیگر میگیم که هر نفری رو اگر که رفت تو انسان خیلی وحی میشود و بدان حالت میشود که دل کسی رو میرنجاند. از زمین جای صدا بخشش ما رو قبول کنید. شاید ما شما رو میبینیم نمیبینیم و در حق ما دعا کنید. ما از در حق شما دعا میکنیم که خدا نگهبان شما باشد. ما تلفن رو خاموش میکنیم. جو بود. خدا حافظ. بر دل چو تافت نور خدا ناله میکنم، بر عمر رفتم به خطا ناله میکنم. حمد و ثنای و نتوانم ادا نمو، لب نموده بهر ثنا ناله میکنم، ناله میکنم. شایانی درگاهش نبود کار و باری من، پیچیده من به خود ز حیا ناله میکنم. به ناله کسی رحمت او بحر نشو، بگشاده دست بحر دعا ناله میکنم. عجز تو بندگی است رهی قرب کبریا، با قامتی نموده دوتا ناله میکنم، ناله میکنم. روز بدن به خاک سیاه می شود بدل، جان از بدن نگشت جدا ناله میکنم. جوز اهل دل ز کبر و ریا کس رها نشد، من بحر محو کبر و ریا ناله میکنم. خوشتر ز ناله نیست دوای برای دل، دل را چو هست ناله دوا ناله میکنم، ناله میکنم. بر دل چو تافت نور خدا ناله میکنم، بر عمر رفتم به خطا ناله میکنم، ناله
نالمه کنم 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 نالمه کنم